اگر همه ما دست جمعی برای باران دعا کردیم و کمتر از 2 هفته دیگه بارون اومد، باورت میشه که دعای دست جمعی چه تأثیری در رقم خوردن اتفاقات زندگی ما داره؟ کاری نداره که تو فقط بعد از هر جمله من بگو الهی آمین، ما بقیه شما میسپریم به خدا. پروردگارا، بارالها، باران رحمتت را بر زندگی ما و بر سرزمین ما جاری کن. پروردگارا، ابرهای مهربانی، سخاوت، برکت و محبتت را گرد هم آور و بارانش را بر زندگی ما سرازیر کن. خدایا، همه ما یک صدا از تو درخواست باران مهربانیت را میکنیم. خدایا، سرزمین ما محتاج رحمانیت و رحیم بودن توست. خودت و فقط خودت باران عشق، زندگی، برکت و ثروتت را بر زندگی و بر سرزمین ما جاری کن. خدایا، ما دستانمان را به سوی تو دراز میکنیم و از تو درخواست میکنیم، زیرا تو قادر مطلقی، و از تو میخواهیم که سرزمین ما را با باران رحمتت مزین گردانی. پروردگارا، همه ما با قلب‌های یک صدا و قدرتمند و مقتدر از تو و فقط از تو درخواست داریم تا برکت، عشق، زندگی، سخاوت و مهربان بودن خودت را با بارش باران به سرزمینمان به ما اثبات کنی. آمین یا رب العالمین. فقط کامنت کن الهی آمین. همین و خلاص.